سلام خدمت همه دوستان گلم. آقا ما حدوداً رسیدیم به آخرای کار آلاچیق. ورقا رو همه رو پیچ کردیم، فقط این که دستگیرا رو من ننداختم هنوز. حالا بهتون میگم که چجوری دستگیرا رو بندازیم که موج تو کار نباشه و کارمون تکمیل و تمیز باشه. این دستگیرا رو اول روی یه شاخه آهن ردیفشون میکنین و تا آخر پیچشون میکنین. انشالله با خط قوطی یکسان تا آخر همه رو پیچ میکنین. مثل این نمونه ای که من اینجا کار کردم. حالا این نمونه رو تکمیل کردم، کنار گذاشتم تا آماده باشه و بندازم. و این انگشتی رو هم این آخر کار پیچ میکنین. این لبشو میندازین زیر لبه این، چون آب از بالا که میاد، قبلی هم همینجور، چون آب از بالا که میاد نتونه از این درز نفوذ کنه داخل. و بعد از اینم که اینا رو ردیف کردیم، روی درز قرارش میدین، از پایین پیچ میکنین. اگه موجی تو ورق بود تا بالا میگیرین و انشالله دیگه کارو تکمیل میکنین. اون کلا رو همینجوری گذاشتم بالا، هنوز کارش نشده. اون کلا بعد از اینکه جرثقیل آلاچیقمون رو گذاشت اون بالا رو سر پایه ها بلندم میکنه، میرم بالا، کلا رو هم پیچ میکنم و دیگه انشالله میام پایین. موفق باشین عزیزان. خیلی خوشحال میشم که حمایتم کنین. اگه نگاه میکنین نکته‌ای تو کار هست یا دوست دارین، یه سابسکرایب یا یه لایک میتونه به من انگیزه خیلی زیادی بده.